از همه گروهی از همه 72 گروه گمراه ترینش، حتی بعضی علمای 72 گروه به هم نمیدارد میگن شیعه هست. شیعه را همه 72 گروه به هم نمیدارد میگن بعضی علما، و از دایره اسلام بیرون است میگن. این از همه خطرناک شیعه هست. بعد از اون جهمیه ها، از وی فرع گرفت معتزله ها، از این پیشتر خوارج و مرجعه برآمده بود. اولین فرقه هایی که برآمد، یکی مسلمان ها را کافر می گفت، دیگری همه گناه ها را کردن گرید شما جنتی هستید می گفت. نه نماز خوانید، نه روزه دارید، نه قربانی کنید، نه حج کنید، نه زکات کنید، زنا کنید، دزدی کنید، آدم کشید، همه کار کنید شما جنتی می گفت. یکی می گفت که سیگارت کشی هم تو کافر است، تو باید کشته شوی می گفت. اینا از همه فرقه های بدترین ها هستند، چون که اینا هر دوش هم افساد کننده در روی فساد کننده در روی زمینش مسلمان ها رو میکشد، اونش از دین مردم دیگه روی میگردانند، میگه نماز خواندن هیچ فایده ندارد، روزه داشتن هیچ نمی، لا اله الا الله که گفتی واردی بهشت میشی گفته، همین خیلی عقیده بد در بین مردم پهن میکنند. یعنی اینا از همه اساسی ترین فرقه هایی که در ابتدای اسلام پیدا شد، خوارج، مرجعه، شیعه، معتزله، جهمیه ها، باطنی ها، اینا از همه رؤوس فرقه ها، سردار فرقه ها. بعد از این فرقه ها با شاخه ها پیدا شد. الله تعالی مسلمان ها رو برای راست هدایت کنه.